برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. سلام تماشابینان و شنوندگان گرامی قدری رادیوی پیام. در برنامه تحلیلی و سیاسی دیدگاه شوکت محمد با شما هستم. متخصصان ساحه تندرستی به این نظرند که در زمستان امسال شیوع پاندمی کرونا ویروس شاید اوج گیرد. کارشناسان اقتصادی و سازمان‌ها اینستیتوت‌های اقتصادی میگویند اقتصاد کشورها شاید به ضرر جدی دچار شوند. سازمان‌ها، اینستیتوت‌های اقتصادی و حکومت‌ها در غم این هستند که چگونه از این بحران نجات یابند. در تاجیکستان باشد به نظر می‌رسد به جای مبارزه با کرونا ویروس و پست کردن تأثیر بحران، حکومتداران ما کوشش می‌کنند کشور به باطلاق بحران دوچند غوطه زند. مسئله برقرارسازی اقتصادیات در آسیای مرکزی به حالت پیش از پهن‌شوی کرونا ویروس را کارشناسان جهانی مورد آموزش قرار داده اند. ادعای سازمان‌های بین المللی و کارشناسان علمی دوره به دوره طرز برگشتن به سطح پیش از بحران را پیشگویی می‌کنند. حتی چند الگوریتم برقرارسازی اقتصادیات پیشنهاد شده اند. طبق پیشگویی اینستیتوت‌های اقتصادی مثل بانک جهانی، کاهش مجموعی محصولات داخلی در آسیای مرکزی در سال 2020 میتواند 1.5% را تشکیل دهد. بانک جهانی تاثیر پاندمی به منطقه را بدترین تنزل اقتصادی در 25 سال اخیر ارزیابی میکند. کارشناسان بانک جهانی میگویند 3 عامل اساسی بسته شدن مرزها، محدود شدن حرکت و فعالیت اقتصادی، کم شدن صادرات اشیای خام و حجم انتقال پول به تنزل اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی تأثیر جدی رساندند. کارشناسان چنین می‌شمارند که در سال 2021 با در نظر داشت احیا شدن طلبات‌های بیرونه از جمله اشیای خام، بلند شدن نرخ اشیای خام و افزایش ورود سرمایه مستقیم خارجی، رشد اقتصادی در آسیای مرکزی را میتواند تا اندازه برقرار کند. به گفت کارشناسان رشد منبعد منطقه را 2 عامل اساسی معین میکند. اولا فراهم آوردن شرایط مساعد برای صاحبکاران انفرادی. عامل دوم اصلاحات در سیستم معارف و تندرستی. برقرارسازی اقتصادیات پس از بحران از آن وابسته است که حکومت‌ها این عامل‌ها را چگونه جدی می‌گیرند و چگونه در عمل پیاده می‌کنند. کارشناسان می‌گویند باید حکومت‌ها با مقصد مقاومت با بحران و پیشگیری از بدتر شدن وضعیت اصلاحات فوق‌العاده انجام دهند. اصلاحات کارشناسان بر این نظرند که احیای کارخانه‌های خرد و میانه که هم در استحصالات و هم با شغل اهالی سهم نظررس دارند میتوانند برای پست کردن تأثیر بحران خدمت کنند. در گزارش آسیای مرکزی واکنش کووید 19 و دورنمای آینده که در دایره لایحه یوسایت عاید به رشد صاحبکاری و محیط تجارت آماده شده است، قید می شود که تأثیر تنزل اقتصادی جهانی که به سبب کرونا ویروس به وجود آمده است برای منطقه دردآور خواهد بود. خیلی نگران کننده خواهد بود. تنها در مجموع محصولات داخلی ازبکستان کم افزایش در نظر است. نشان دهنده های اقتصادی کشورهای باقی مانده آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان از 2 تا 4% کاهش خواهند یافت. یک پیشبینی نگران کننده آن است که موج احتمالی دوم یا سوم یا حتی تهدید احتمالی پیدایش دیگر نمودهای ویروس وضعیت را به اندازه بدتر کرده میتواند که برای برآمدن از این بحران سالها لازم می آید. پیشگویی نشونده بودن و نامعینی جریان پاندمی، تکرار ایزولیاسیون سخت حتی برای کشورهای رو به ترقی ضررآور خواهد بود.
در گزارش یوسایت به حکومت‌های کشورها توصیه داده می شود که برای دستگیری ساحه کشاورزی، بافندگی، انرژی های برقرار شونده، کیمیاوی و غیره کوشش به خرج دهند. این هم در حالی است که بنا به گفته کارشناسان تحلیل ها نشان می دهند که موج دوم کرونا ویروس در منطقه حالا آغاز می یابد. الله نشان ندهد. در طول ماه های اخیر سیستم های تندرستی کشورها به طور نظررس مستحکم نشده اند. اهالی کشورها تا حال طلبات ضد عفونی و فاصله گیری را رعایت نمی کنند. در نهایت کار همه این در مجموع می تواند باعث گسترش کرونا ویروس گردد و مقامات باز در شغل آدمان و کارخانه ها محدودیت های نظررس جاری کنند. در همین حال همه حکومت های منطقه بجز تاجیکستان کوشش دارند با مردم مناسبت زیچ داشته باشند، سبکی ها راه اندازی کنند، در رویانیدن انداز مراتوری ها اعلان کنند. در تاجیکستان باشد چی؟ در تاجیکستان یگان توصیه سازمان های جهانی، اینستیتوت های اقتصادی به اینابت گرفته نمی شود. بجای آنکه صاحبکاران انفرادی از جانب حکومت دستگیری یابند، سرکوب می شوند. حالا به ما خبرها می رسند که مقامات انداز، سانیپیدستانسیا، مقامات اجراییه و چندین دیگر نهادهای دولتی صاحبکاران انفرادی را چنان بوغی کردند که به هیچ گفتار راست نمی آید. دیروز یک خانم از خوجند به ما نوشته بود که از سوال و جواب کارمندان مقامات دللرزک شده ام. این خانم میگوید نیمه از وقت و هوش و یادش را سوال و جواب و فکری چگونه از آنها از شر مقامات خلاص شدن بند کرده است. همه هوش یاد میگوید در همین است که حاضر میگویند انا حاضر میگویند به اینها چی میگویم؟ پول ندارم. به هر حال پول تی میگویند. پول پرسند چی میتیم؟ اگر پول ندهی جریمه میبندند، خودت را از بازار دفع میکنند، چند تهدیدهای دیگر. یک مغازه‌دار را در شهر اسفره حتی دیزبیورو آمده جریمه بسته است. دیزبیورو. کارمندان دیزبیورو گفتند که باید 500 سومان پول دهی و ما مغازه را دیزینفکس کنیم وگرنه جریمه پرداخت میکنی. این هم در حالی است که اینستیتوت های اقتصادی جهانی به تاجیکستان توصیه میدهند که راه های دستگیری صاحبکاران انفرادی برای پس کردن بحران را بجویند. چنان که گفته گذاشتیم. چیزی دیگر، حالا دهقانان و کشاورزان را حکومت مجبور کرده ایستاده است که اندازه 6 ماهه سال 2021 پول آب و برق را سپارند. حاصل در کجا بودنش انیق نه. حالا کانال ها آخری ماه مارت سال 2021 به کار می درآیند. از حال حاضر مقامات پول آب می رویانند. این گونه شکایت ها به ما صدها رسیده اند. حاصل در کجا بودنش تعیین چه خیلی که گفتیم؟ چی بودنی درآمد تعیین نه، باد هوای سال آینده برای حاصلگیری مساعد می شود یا نه هیچ چیز انیق نه. اما حکومت شب و روز از کشاورز و دهقان پیش پرداخت انداز طلب می کند. پیش پرداخت پول آب طلب می کند. چگونه می تواند دهقان یا کشاورز به کار خود دلگرم باشد؟ وقتی که چنین توصیه ها از جانب سازمان ها و اینستیتوت های اقتصادی می شود برای رفع کردن بحران، در تاجیکستان یگان چاره‌جویی، یگان چاره‌بینی نیست. طول 28 سال است که حکومت با مبلغ‌های هنگفت همه ساله ده‌ها جشن‌های بی‌معنی را تجلیل می‌کند. با صرف مبلغ‌های هنگفت 10 میلیون دلار،
$12 میلیون و خاکزاها. اما اکثریت پخته تاجیکستان همچون مواد خام به خارج با نرخ ناچیز صادرات می شود. حالا من چند فایز بودنش را نمیگویم. اکثریت به کسی لازم باشد یک بار به حکومتداران ما زنگ زده بپرسند که در داخل تاجیکستان چند فایزی پخته تاجیکستان کارکرد می شود. فکر میکنم از 20% زیاد نه. 80% را همچون اشیای خام به خارج صادر میکنند. طوری 28 سال اقلا چند کارخانه کارکرد پخته ساخته نشد که امروزها پخته در داخل خود کشور خریدار خود را داشته باشد، کارکرد شود و هزارها به کار تامین شوند و یک کمی در پست کردن سطح بحران خدمت کند. اگر پیشتر این غم خورده میشد، امروز در خوری مشکلات همه روزه میشد. اقلا اگر به همین ساحه پخته طوری این 28 سال اهمیت داده میشد، صدها کارخانه های کارکرد پخته، استحصال سر و لباس پختگی، هزارها کارخانه استحصال روغن به کار می درآمدند. حالا در بازارها مردم برای روغن نوبت می ایستد. نرخ روغن آسمانی شده است. به جای آنکه در داخل روغن استحصال شود، روغن را از کجا؟ از خارج وارد میکنند. چیزی دیگر، حالا مسئله برق در کشوری که میخواهد صادر کننده اساسی برق در منطقه باشد حل نشده است. اهالی از بی‌برقی رنج میکشند. حکومت تاجیکستان یک سیاستی را نمیتواند جاری کند که اقلا در عصر 21 اهالیش با برق تامین باشد. ما حالا جار میزنیم که منطقه را ما با برق تامین میکنیم. تا همین روز اقلا اهالی را نتوانستیم با برق به کلی تامین کنیم. اگر امروز اقلا غم تامین برق خورده میشد، در همین شب روز بحرانی دست میگرفت. یا خود اقلا همین مسئله استحصال برق یک حل خودش را میافت. امروز تاجیکستان هم مردم خودش را به برق تامین میکرد، هم به منطقه برق میفروخت و یک کمی در پست کردن سطح بحرانی امروزه دست میگرفت. این همه را یک سمونه. تا به حال همین مسئله آب نوشاکی در تاجیکستان حل خود را نیافته است. آب نوشاکی وقتی که آب نیست همه گونه بیماری ها سرزدن میگیرن. حالا این کرونا ویروس نه، شاید اژدها ویروسش هم پیدا شود وقتی که آب نیست. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هر کجای رود درباره آب تاجیکستان لاف میزند. اما قریب 50% اهالی کشور از آب آشامیدنی تنقیصی میکشند. قریب 50% کشور، نیمی از اهالی کشور. همین گونه مثال هایی که اگر یک حکومتی مردمی می بود، یک اراده خدمت به مردم را می داشت، حل خود را می یافتند، امروز در پست کردن سطح بحران خیلی به کار می آمدند. اما به یگانت اینها با یک اراده کامل کوشش و غیرت نشده است. همه اینها امکانیت های بودند که در حالت اراده اصلاحات داشتن حکومت همه اجرا شونده‌اند. اما طول سال هاست که این همه حل خود را پیدا نکردند. اکنون در این بحرانی که پیش روی ماست باز هم حکومت تاجیکستان پروایی ندارد
و از پی برپایی معرکه های آش پلو و قروتاب است. در یک جا معرکه قروتاب برپا میکنند، در یک جای دیگر معرکه آش پلو. 1 تن آش پختم، 2 تن آش پختم، 1 تن آش خوردم، 2 تن آش خوردم. حالان که 90% مردم در یک ماه یک بار دیگش آش پلو رو نمی بیند. دیگش گوشت رو نمی بیند. اینها مسابقه تن آشخوری را رکلامه میکنند. همه کار به همین مانده است. شکمی سیر چی پروایی شکمی گوسنه. اکنون سوال مطرح این است که آیا همین گونه حکومت کارناشایم توانی مبارزه با کرونا ویروس و پس کردن تأثیر بحران پیش آمده را دارد؟ حالا که کشورهای ابرقدرت را بحران پیش آمده به زانو شینانده است، به این بی‌پروایی و خال بیغمی و عملهای ضد مردمی احوال مردم در تاجیکستان چه می شود؟ این سوالها خواب را از چشم می پراند، اما میژه حکومتداران ما ته نمی خورند. اینجا نهایت برنامه امروزی ماست. برنامه های دیگری ما را در شبکه های اجتماعی و پایگاه پیام.net پیگیری کنید. لطفاً مشترک شدن به کانال یوتیوبی ما و نوشتن نظر خود درباره نوار را فراموش نکنید. پخش تکمه لایک لطفاً دریغ ندارید و همچنین پخش تکمه زنگوله به شما امکان می‌دهد که برابر نشر نوارهای ما در یوتیوب شما در حال باخبر شوید. در پناه الله بمانید. خیر تا روزی دیگر. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه نت.